درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما سلسله کتاب کسینافونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 92. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه در باره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. کسینافونت و کیراپیدیا، کروشنامه او. چنین قهرمان تنها بر اثر نظام آرمانی مخصوص تربیه پیدا شده می توانست. کسینافونت در ابتدای رمن خود این نظام را مفصل تصویر می کند. بنابراین نام کامل اثر کیراپیدیا یعنی تربیه کوروش است. استناد به این نکته کسینافونت را با فیلسوفان دیگری عتیقه که سازمان دادن دولت آرمانی را با مسئله تشکل دادن انسان کامل با مسئله تربیه پیوست کرده اند نزدیکتر می کند. افلاطون و ارسطو محض همین گونه رفتار کرده اند. وطن کوروش خود فارس در تصویر کسینافونت یک نوع دولت پدرشاهی به نظر می رسد که با همان سپرتای لیکورگی آرمانی که مؤلف ما پیشتر در رساله سیاست لیکدمانی توصیف کرده بود خصوصیت های شبیه دارد. حاکمی این دولت شاه است که حاکمیت عالی حربی را راهبری نموده، در عین زمان وظیفه سرکاهن عالی را نیز اجرا می کند که حقوق دارد در مناسبت با خدایان هنگام اجرای رسم و آیین‌های گوناگون دینی خلق خود را نمایندگی کند. شاه با رضایت و تحت نظارت پیران با نفوذی که شورای عالی دولت را تشکیل می دهند که آن حقوق انتخاب همه منصبداران و داوری را در تمام مسئله های حیات شخصی و اجتماعی داشت. حاکمیت شاهی به طور میراثی در دایره یک قبیله انتقال می یابد، اما شاه و این در کیراپیدیا بارها تاکید شده است نه همچون مستبد بلکه به طور قطعی طبق قانون باید حکمرانی کند. مادر کوروش مندانا و پسرش فرقیت مقام بابایش شاه ماد استیگ و پدرش شاه فارس کمبیس را شرح داده می گوید بابای تو در ماد حکمرانی می کند و همه کارها را موافق اراده خود حل و فصل می کند، اما در تعامل پارس ها باشد اگر همه برابر حقوق باشند
عدالت محسوب می یابد. پدری تو اولین شده وظیفه خود را در نزد دولت اجرا می کند و دارای حقوقهای مقرر کرده دولت است که معیار آن قانون است، نه خواستی خود او. دولت پدرشاهی فارس در تعبیر کسینوفونت ساختار خاصی پاریسی را دارد که خصوصیت‌های سازمان قبیلوی و شهروندی را متحد می کند. شماره همه پارس‌ها قید می کند کسینوفونت تا 120,000 است و آنها به 12 قبیله تقسیم می شوند. این شماره های یک لخت شده صفت های ناگزیری تخیلات عقلگرایی می باشد. از جانب دیگر همه پارس ها که شخصاً آزادند به شهروندان کامل، حاماتیم ها و باقی مانده عامه ناپرره مردم کم حقوق عادی تقسیم می شوند. به گروه امتیازناک حاماتیم ها تنها آنهای داخل شده می توانند که از مکتب تعلیم و تربیه سالم که در تحت نظارت دولت صورت گرفته است گذشته باشند. چون در سپارتا تعلیم شهروندان جوان در فارس نیز از امور دولتی است. سبب این تاکید می کند کسینوفونت در مقایسه با اکثر خلقهای دیگر در تمایل کاملا دیگر بودن نظام قانون ها می باشد. در بین خلقهای دیگر قانون ها برای جزا دادن رفتار ناشایسته و به این وسیله سرکوب کردن حقوق ویران کنی ها مقرر کرده می شود، در حالی که در بین پارس ها قانون ها به پیشگیری امکانیت صادر کردن جنایت نگرانیده شده اند. قانون ها در بین دیگران وظیفه مجازاتی دارند، در حالی که در عادت پارس ها آنها اساساً به خاصیت تربیوی متوجهند. محض برای همین هم در حالی که در دیگر دولت‌ها تربیه فرزند را به ابتکار والدین واگذار نموده اند، آن در فارس رسما به دوش دولت قرار دارد. تربیه نسل نورست در اینجا در دایره گروه‌های سن و سال مخصوص پسران تا 16-17 ساله، افب ها 10 سال من بعد و مردان کلانسال 25 سال آینده صورت می گیرد. گذریش به هر یک طبقه نوبتی تنها بعد با موفقیت سپری شدن سال پیشینه امکان پذیر است. تنها آنهایی که در گروه پسران و افب ها از تیاری پره شجاعت شهروندی گذشتند، حاماتیم های کامل حقوق و تنها تعداد آنهای از بین این آخری ها که همیشه وظیفه شهروندیشان را بی نقصان اجرا می کنند می توانند با مرور زمان به طبقه های بالایی کهنسالان گذرند. این مکتب تربیه چنان که کسینوفونت تاکید می کند اصلاً برای فرزندان تمام شهروندان پارسی باز است، اما در عمل باشد تنها برای فرزندان افراد ثروتمند دسترس بود که آنها به شرافت دارایی خود می توانند آنها را بدون مجبوری به کار مشغول شدن و به مکتب‌های مجموعی ارسال نمودن آنها تأمین نمایند. به همین طریق مالکیت به معیار حل کننده موقع اجتماعی شهروندها، مالکیت و تربیه‌ای که از آن برمی آید تبدیل می یابد.
دولت آرمانی پارس‌ها یک هدف آشکاری طبقه‌ای و تخصصی را برای یک اشرافزاده ثروتمند که کسینفانت بود محبوب می‌گرداند. از جانب دیگر خودی مضمون تربیه‌ای که در این دولت مورد تحقیق قرار می‌گیرد قابل توجه است. وی به تشکل یافتن صفت‌های ضروری از نقطه نظر جماعت اخلاقی و جسمانی وابسته کرده می شود. به شهروندان جوان عدالت خاص تعلیم داده می شود. به آنها احترام به حقوقهای مال و ملک و شهروندی خود و روحیه همفکری گروهی تربیه کرده می شود. ضرورت اطاعتکاری بیچون و چرا به کلانسالان در سن و سال و مرتبه آنها با هر راه تعلیم داده می شود. در برابر این آنها به تربیه جسمانی ضروری مشغول می گردند که مقصد از آن آماده ساختن آنها همچون جنگاوران ماهر و آب و تاب یافته می باشد. برخلاف آن پرره یا قریب پرره صرف نظر شدن تربیه ذهنی و زیباشناسی، اینچنین آموزش همه گونه هنرها نمونه مثالی محسوب می یابد. عموماً تمام این نظام به نظام تربیوی سپرتنی نه تنها از جهت رسمی و تنظیم سازی آن از روی طبقه های سن و سالی، بلکه از روی پرینسیپ اولادی اشرافزادگی انتخاب نمودن آنهایی که این تربیه را گرفته می توانستند و به دایره فنهای تعلیمی موافقت می نمودند که مضمون آن را تشکیل می دادند به طور جالب شباهت دارد. نتیجه چنین نظام مانند سپارتای لیکورگی می بایست وجودیت جامعه گروهی شهروندی باشد که در آن شهروندان صاحب مقام و صاحب تربیه برگزیدگان کامل حقوق و امتیازناک را تشکیل می دهند و نسبت به عامه باقی مانده هم قبیله های شخصا آزاد اما قریب از حقوق های شهروندی محروم. آنها تنها حقوق داشتند که در قوه های نظامی همچون جنگاوران یاری رسان سبک مسلح شده خدمت کنند برتری داشته باشند. تا کنون شباهت کامل دولت آرمانی پارس‌ها در دوره ماقبلی آن با نظام مکمل سیاسی جای دارد که آن را کسینفانت در سیاستمدار لکدیمانی معرفی کرده است. اما در یک نقطه حل کننده تفاوت نیز وجود دارد. نظام آرمانی پارس‌ها نه تنها شهروندان با انتظام و جنگاوران دلیر را به وجود می آورد. خله ایجادی آن شخصیت آرمانی جنگاور و شاهی است که با اراده خویش حدودهای دولتش را وسیع کرده حاکمیت نوی حدودی را به وجود می آورد. کوروش از تمام دایره تربیه سنتی اشرافانه گذشته است، اما برخلاف هماتیم‌های دیگری پارسی او از نسل شاهان و مهمتر از همه از نسل خدایان است. برای همین وی از محیط شهروندان دیگر به طور قطعی فرق می کند. شجاعت بی‌مثل و مانند دارد و سرنوشت او را خدایان جذابیت روحانی آنها معین کردند. در سرنوشتش قبلا آمده است که او باید شاه نو، اساسگزار دولت نو، امپریای جهانی گردد. همین طور برای کسینفانت حسن توجه به ساختار ملکداری اشرافانه سپارتاکی برای اشرافزادگان یونانی معمول بود، تلاش‌های شاهیگری
و بزرگ دولتی نو که در دایره برگزیدگان پاریسی همزمان کسینافانت به وجود آمده بودند به طور بی‌نظیر با هم آمیزش یافتند. کسینافانت داستان احیای کوروش کلانی را در پیدرهمی بیان می کند. از پس توصیف ایام بچگی و جوانی تربیه او، کتاب یکم قصه درباره محاربه اولین وی می آید. کوروش که از جانب حکومتداران فارس برای کمک به مادها که تحت خطر حمله آشوریان قرار گرفته بودند فرستاده می شود و استعداد خود را همچون فرمانده و تشکیلاتچی به طور عالی نشان می دهد. و همچون سروری یک قوه کلان حربی یاری رسان پارسی در ماد حاضر شده به جنگ با آشوریان فعالانه آمادگی می گیرد و در نهایت کار با همراهی کیکسر شاه آن وقته ماد به کشور دشمن حمله می کند. در جنگی که در نزدیکی سرحدهای ماد صورت گرفت، پارس‌ها و مادها با سرداری کوروش آشوریان و همصفان آنها را مغلوب ساخته قرارگاهشان را اشغال می کنند. پس از آن کوروش با تشبث خود با همراهی پارس‌ها و مادهایی که اختیاراً با آنها همراه شده بودند تعقیب دشمنان را ادامه دادند. اردوگاه نوی آنها را اشغال می نمایند و سپس به عمق حدود آشور وارد گردیده تا به خود دیوارهای بابل نزدیک می شوند و نهایت با غنیمت‌های زیاد به موقعهای اولیه خود در نزد سرحدهای ماد برمی گردند. پس از این قصه درباره آمادگی کوروش به زد و خورد نو و قطعی بر ضد اتحادیه دشمن می آید که اکثر در این محاربه عملاً اشتراک نمی کند و به عملیات جنگی تنها کوروش راهبری می کند. ضربه اول به مقابل تجمع دشمن در قسم غربی آسیای خرد زده می شود. در جنگی نوی حل کننده دشمنان که آنها را همپیمان آشوریان شاه لیدیا کریز راهبری می کرد پرره مغلوب می گردند. کوروش پایتخت لیدیا سردیس را اشغال نموده خود کریز را اسیر می گیرد. سپس پارس‌ها و همپیمانان آنها به بابل می روند و پس از محاصره طولانی این شهری در جهان کلانترین را نیز اشغال می کنند. شاه آخرین آشور هنگام حمله به قصر شاهانه به هلاکت می رسد و همین طور جنگ با آشوریان با نابودشوی کامل دولت آنها به انجام می رسد. شما گفتاری 92 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافونت تحت عنوان کوروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار کریم جان حمیدزاده.